ما تا اون وقتی که روسا در افغانستان و ناموس مردم افغانستان تجاوز میکنه، افغانستان مرد نیست. با این مسائل آیا مسلمان ها چه جواب دارن در مقابل خدا و پیغمبر در روز قیامت جواب بگن؟ شاهان سعودی تو روزنامه نوشته شدن که دختران افغانی را از پاکستان میبرن برای عیش و نوشت سعودی به عنوان کمک برای این ملت. و این عزیزانم که شما وقتی که این سلا را دوش میکنین و این سلا را میگیرین، خدا را در مد نظرتان بگیرین و این اسلام را در مد نظرتان بگیرین، فقط برای خدا و برای آزادی